شما این 4 قانون برای رسیدن به رشد حداکثری عضلات. اول، وقتی تمرین می‌کنی دنبال سوزش تو عضله یا دم عضلانی نباش. فقط این چیزا نیستن که عضله سازی میکنن. به جاش هدفت باید این دوتا باشه. یک، بهترین تعداد تکرار. اولویت تکرار زیاد نباشه، چون تو هر ستی که به ناتوانی رسیدی فقط 5 تکرار آخر باعث رشدت میشن. این 15 تا فایده ای نداره. پس سنگین‌تر بزن تا زودتر به اون 5 تکرار برسی. از اونجایی هم که تکرارای کمتری انجام میدی دیرتر خسته میشی، در حالی که به همون اندازه رشد میکنی. دو، بهترین میزان استراحت بین سه تا. باید بدونی که فقط عضلاتت نیستن که به استراحت نیاز دارن، سیستم عصبیت هم باید استراحت کنه. اونه که به عضلات سیگنال میفرسته تا ماهیچه‌ها فشار وارد کنن. استراحت کم سیگنال کم، در نتیجه رشد کم عضلات. وقتی با تمام قدرت تمرین میکنی سیستم عصبی 3 دقیقه طول میکشه تا ریکاوری بشه. میزان استراحت من برای هر دسته تمرین اینجوریه: حرکات چند مفصلی بالاتنه 3 تا 4 دقیقه، تک مفصلی بالاتنه 2 تا 3 دقیقه، چند مفصلی پایینتنه 3 تا 5 دقیقه، تک مفصلی پایینتنه تقریبا 3 دقیقه. و در آخر تو تمریناتت پیوستگی داشته باش تا قوی‌تر بشی.